درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو برنامه نوبتی احساس، افکار و رفتار و چون همیشگی در خدمت شما من هستم مریم دولتова و همکار گرامی من محمود شایکبی. امروز اطراف یک موضوع خیلی مهم صحبت داریم و ما از این صحبت میخواستیم که در عرفه عید زبان برگزار شده ایستاده است، مردم شریف تاجیکستان رو با این عید تبریک گوییم و همزمان در داخل صحبت خودمان اطراف مسائل زبان نیز بعضی چیزها را گفته گذاریم. هرچند موضوع ما در نظر داشته شده است موضوع عقل، ولی زبان نشان دهنده عقل است. یکی از نشان دهنده عقل این زبان است و واقعا وقتی که ما درباره عقل سخن میگوییم خواه نخواه در اطراف زبان چیزی نگفته امکان ندارد. عقل چیست؟ درباره کلمه عقل معمولا استفاده می شوند کلمه های ذهن، خرد، هوش، هوشمندی و با امثال اینها. بین عقل و این واژه ها، این مفهوم ها فرقی هست یا آنها تکرار همدیگر هستند، سینونیم کامل هستند؟ امروز کوشش میکنیم که اطراف این مفهوم ها، اطراف این موضوع ها، اطراف پیوند آنها بر روان انسان و طرز استفاده اینها، طرز استفاده ثمرناک این نعمت های خداوند که به انسان نازل شده است صحبت کنیم و برای شما چیزی گفته توانیم که در روزگار هر روزه شما کارگر باشد. درست است. درود و سلام به بینندگان تلویزیونی سفینه. البته ما هر زمان یک موضوعی را پیگیری میکنیم و هر یک موضوعی که ما گپ میزنیم به همه جنبه های حیات جمعیت امروزینه تاجیکستان شریف وابستگی دارد و ما با این برنامه های خود می خواهیم که اطراف مسئله های صحبت کنیم که در آنها مردم هر روز سر و کار دارند، با آنها وامی خورند و قانون و قاعده های آنها را ما کوشش میکنیم که روشن سازیم. از آن جمله مسئله عقل. بینید ما برنامه هامون گرفتیم، اول درباره نفس گپ زدیم، درباره تن گپ زدیم که دنیا عبارت است از چیزی متریالی به مانند مثلا مادیاتی که اطراف ما است، از آن جمله رستنی ها و حیوانات. اگر ما گیریم تن ما این رستنی هست و احساسات ما این از عالم وحوش هست، از عالم حیوان است و البته عقل که عقل فقط تاج سر آدم است. عقل یک نعمت است از جانب شعور کیهان که به انسان فقط داده شده است و برای همین ما ظهورات حیات انسان ها رو در همین سه سمت میبینیم. یکی است که رفتارهایی هست که نفسانی هستند، برای جسم هستند، برای طلبات ها قانع کردن طلبات های جسمی خود، طلبات های تنی خود و دوم این رفتارهای انسان ها رفتارهای احساسی هستند، وقتی که برای حلاوت و کیفیت احساسات خود چی منفی باشد چی مثبت، به هر حال هر دوی آن دارای یک انرژیتیک خود هستند و برای آن همین حلاوت و همین کیفیت مردم سببیت دارند که موتیواسیون دارند که زندگی کنند و البته زندگی با عقلانه. زندگی که انسان میتواند با واسطه پریزم، با واسطه شیشه عقل به زندگی نگاه کند و زندگی همون زمان معنی دیگر میگیرد. اگر یاد گرفتن نگاه با عقل تماما دنیا را رنگ دیگر میدهد و این اگر ما بینیم سخنان ما اساس دارند و اساسش این است که انسان مغز سر دارد و مغز سر انسان که خود شعور کیهان آن را میسازد، چی از بابای آدم را ساخت و چی از کسی که در رحم مادر است ساخته میشد، خود خداوند اشتراک میکند و انا همین تقسیماتی که مغز سر را کرد، مغز گویم دراز، مغز رستنگی، مغز تنه
مغز راست، این نیمکره مغز راست، این مغز احساسی و نیمکره مغز چپ مغز عقلی که در آن نطق است و ظهورات البته عقل این نطق است، این زبان است. بله. و هر چی که از زبان میبراید ریشهش در عقل است. برای همین انسان را خیلی خوب بزرگان گفتند تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته باشد. این نشانداد این همین است که ظهورات عقل در زبان است. و البته ما خیلی گفتیم که مرکز او نیمکره معینه چپ هست و در آنجا نطق یعنی گفتن هست، شنیدن و فهمیدن هست، نوشتن و خواندن هست که همین سه مرکز این انسان رو انسان میکنند در مغز چپ که حیوانات این مرکزها رو ندارد. و اکنون بیایید ما میبینیم خودی عقل چیست که به زبانی گوییم که لاتینی اینتלקتوس میگویند، یعنی خیرت، فهمیدن، درک کردن. و همین کلمه اینتلیگنسی هم از همین گرفته شده است. اینتلیگنس آنهایی که از با عقل زندگی میکنن. برای همین زیایی کیست؟ زیایی کسی که با عقل کار میکند. یعنی قانونهای عقل را رعایت میکند و خود عقل زبانان که این هفته روزی زبان رو تجلیل میکنیم خوبتر میدونن که در داخل عباره کلمه عقل قول هست که این قول یعنی که چیزهای متریالی دنیوی را نشون، چیزی که اون چیزی که آموخته میشود، اون چیزی که فهمیده میشود، چون میگویند علم قول و حال. علم قول علم عقلی، علم حال علم قلبی، علم روانی، علم ذهنی. و در همین گویم که قف، در همین حرف قف هست قانون، هست قاعده. و عقل چیست؟ عقل ان همین قانون و قاعده های هستی را می آموزد، ماهیت آنها را می آموزد و قانونیت آنها را درک می کند، آن را در خود جمع می کند که باز ارخیو خاطره خود را دارد، بایگانی خود را دارد و آنها را ضم می کند و تحلیل می کند و باز از سر نو می سازد و با واسطه انا فهمیدن قانون و قاعده ها، قانونیت های هستی که در اطراف ما هستند اداره می کند هم باطن خود را هم اطراف را. واقعا چنین است. ولی ما باید به خاطر بیاریم که از تا برای درجه عقل رسیدن با زینه‌های دیگر هستند. مثلا ذهن. مثلا کودک نوزاد ذهن دارد، همه چیز رو در خاطرش ندارد. آدمان بیگانه خود رو میشناسد. مثلا تا 6 ماهگی کودک 6 ماه الکی پدر و مادرش رو، اعضای خاندان رو از آدم بیگانه فرق میکند، ولی هنوز عقل ندارد، تحلیل نمیکند. از روی احساسات خودش ما میدونیم که شناخت یا نشناخت به کودک به آدم میل میکند، از کود آدم میگریزد، ولی ذهن هست. این قسم بخش ماینش خوب کار میکند و در دوام کودک 1 ساله الکی برای گفتن کلمه ها مغزش آماده می شود، الکی عقل قدم به قدم شروع میکند به عمل کردن. یعنی ولی یک چیز عجیب است که در روند تربیت کودک، کلان شدن کودک ما این رو میبینیم، ولی در روزگار هر روزه در رفتار آدمان کلانسال هم این چیز هست، ولی ما رو دیگر چندان روشن نمیبینیم و اکثر مشکلات آنها هم از همین سر میزند. وقتی که عقل رو، این دستگاه بسیار عجیب رو، یک اینسترومنت بسیار خوب رو ما داریم ولی استفاده نمیبریم. بسیار مانند است و آدمی که در غلدانش کرد دارد ولی برای بریدن نان من نمیدونم کدام اسباب‌های دیگر رو استفاده میبرد و مشکلی میکشد. یعنی انسان باید چه بودن عقل رو شناسد و معین کند تا استفادهش براش آسان‌تر باشد. و مخصوصا برای مردم تاجیک یک مردم بسیار عجیب هستیم. ما مردم احساساتی هستیم، ما مردم شعر هستیم، مردم رمانتیک هستیم، مردم تخیل هستیم، ولی در مسئله استفاده عقلمون حالتهایی که ما رو کمتر استفاده میبریم خیلی به چشم میرسد. یکی از سبب‌های مناقشه‌های دائمی که در خانه‌دان‌ها میشود، در کوچه‌ها میشود، یکی از سبب‌های رنجش‌های انسان‌ها همین چیز است که همون لیاقت تحلیلگری عقل رو استفاده نمیبرند.
مثلا بین 2 نفر برخورد شد، یک نفر یک چیزی گفت، شخص دیگر او رو نادرست فهمید و اگر اینجا عقل پیش بیاید که عقل رو میگن پیشروی دولت است، عقل پیش بیاید، انسان میگه سوال میگه به خودش که چرا این گپ رو گفت؟ شاید مشکل خودش دارد، شاید گپ در سر من نمی رود، شاید از خانه خسته برآمد، شاید کسی دیگر کیفیت وی ناجور کرد، شاید این گپ به من دخل نداشت. اگر که چنین تحلیل صورت بگیرد، خود واقعیت رنجش صورت نمیگیرد، مسئله رنجش از بین می رود. یعنی احساسات پیشرو نمی شود نسبت به عقل و برعکس وقت هنگامی که حالتایی می شود که عقل خیلی پیشرو است و انسان احساسات را با اون سرکوب می کند، در این حالت هم یک مخالفت در ذهن انسان به وجود می آید و آدم در این حالت هم خیلی عذاب می کشد. یعنی وقتی که عقل که از نتیجه تربیه ها، از خلاب ها که در روزگار هر روز آمده است، در عائله گفتن، در مکتب گفتن، جامعه گفت که فلان کار را کردن درست است یا درست نیست و احساسات خود را ظاهر کردن نمیتواند، خطر نادرست خود را پیشنهاد کردن با مردم پیش میاد و عقل سرکوب میکند احساسات را. در این هم میشد که احساس عقل را سرکوب میکند. بله، اصلا در ما بیشتر حالت چنین است که احساسات پیش میرود و عقل عقب میماند. من بعضا میگم که ما عربای ما طرز استفاده است که اسب از قفای عروبه است، اسب این همون عقل است که باید عروبه رو برد و احساسات این همون عروبه باید باشد که ما احساسات رو باید داشته باشیم، اون رو سرکوب نکنیم و عقل هم استفاده برده شود در این مورد. ولی وقتی که احساسات پیش میدود از عقل، آدم با مشکلات بیشتر دچار می شود، زیرا بعد یک دوره کودکی ما رو میبخشند، ما را چنین که هستیم قبول میکنند. کودک خردسال با اندک چیز میتواند گریه کند و این هیچ کس را حیران نمیکند. کودک خردسال تیز گریه را فراموش میکند و میگذارد به خندیدن، به شادی کردن، به جهیدن و این چیز خوب است، چیزی طبیعی است برای کودک خردسال. ولی اگر این کار رو جوان 15 ساله کند، علاقه جامعه او رو محکوم میکند، عیب میکند و اگر مرد 50 ساله کند او رو دیوانه حساب میکند. درست است، همین خیلی هست، چون که بسیار درست قید کردید. یکم این که زمان احساس است و زمانی است که احساس با عقل در تضاد می افتد و البته تاریخ نشان می دهد که هر دوره که مثلا 3 دوره ملت ما که سر کرده از دوره آریایی تا سامانی و حالا که ما عرض هستی داریم، در 2 دوره به ترقیات بلندی معنویات رسیده بود که شاهد آن همه ایجادیات بزرگان هستند و همان زبانی بسیار بالایی که هنوز هم میتواند که شرح حال و مورد و زمان دهد. بله. اونقدر غنی هست از کلمه هایی که میتواند که حاضره را هم شرح دهد. یعنی که ببینید بسیار زبان ها کلمه های انگلیسی در آنها خیلی وارد شده است، از آن جمله آن بانگی که زبانشناسان روس میزنند که به جای مثلا کلمه او در زبان روسی واو گفته، زبانی یعنی که شکل انگلیسی آن رو استفاده میبرند که من در یک برنامه دیده بودم که آنها هم یعنی که برای خواطری آنان که زبانشان زبانی تکنیکی و آنقدر شکلش عوض کرده است که آن بین زبان پیشینه آنها و زبان حاضر خیلی فرقیت کلانی پیدا شده است. ولی بینید زبان ما رو بینید که میتواند حالا هم این رو شرح دهد، ولی در برابر این باید ترمینولوژی همون اصطلاحاتی زمان حاضره رو هم باید دانست که مردم سمت انکشافی علمی مردم تاجیک ما طرف دیگر نرود، سمت دیگر نگیرد، یعنی هم از ریشه خود کنده نشد و هم قدم زمان باشد. البته برمیگردیم با اون که هر زمان میگذشتن و زینه های بود، زینه های ساختاری جسمی، ساختاری استرکتوروی ساختاری که آن دوره رو میگذاشتن، دولت ها پیدا می شدن و صنعت پیدا می شد. همون احساسات در جمعیت صنعت است و بعد آن پیدا می شد علم. ما همین دوره گذریشی به دوره علم هست. حتی بینید که
یکی از برنامه‌های استراتژی دولت هم همین است که دولت اگراری تاجیکستان رو به دولت تکنیکی و اگراری و همون شکل زمان حاضره، یعنی وارد کردن تکنولوژی کوشش کرده است که یکی از استراتژی های که دولت و مملکت ما هست و انا همین در سیستم دولتی هست و در خود انسان هم همین چیز می شود. پیش از اون که در دولت و در جمعیت شد باید در انسان ها شود. یعنی که ما فردها رو حالا برنامه ما هم برای همین است که عقل رو بیدار کردن، قانونیت های اون رو فهمیدن و دانستن و درک کردن. مثلا برای اون که انگلیس ها جهان رو بگیرن، یک کلمه عجیبه از شکسپیر که تا حاضر در سپکتاکل ها و تئاتر های آنها این